ورزشکار تاجیک محمد شریف نجم‌الدینov قهرمان نوی جهان در رشته سامبو میانی جوانان گردید. او و دیگر ورزشکاران موفق کشور را بعد بازگشت به وطن در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در فضای تنتنوی استقبال گرفتند. از 11 تا 13 اکتبر سال روان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان مسابقات قهرمانی جهان اوید با سامبو میانی نورسان و جوانان برگزار شد. در این شورای با نفوذ بیش از 370 ورزشکار از 45 دولت دنیا اشتراک نمودند. دسته منتخب تاجیکستان در هیئت 16 نفر، 9 نفر میانی نورسان، 7 نفر میانی جوانان با راهبری مربی صدرالدین عابدوف شرکت ورزیده با گرفتن 6 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 3 برنجی دست یافتند. مدال طلا را محمد شریف نجم‌الدینov در وزن 74 کیلوگرم میانی جوانان به دست آورد. میانی جوانان همچنین امین جان خولوف در وزن 48 کیلو و سومون سانگوف در وزن 52 کیلوگرم با گرفتن مدال های نقره مشرف شدند. مدال های برنجی را ورزشکاران ما میانی نورسان بزرگ میرسوف در وزن 60 کیلوگرم، سوبیدین خلیق زاده در وزن 70 و محمد جان اودینف در وزن 87 کیلوگرم به دست آوردند. بعد بازگشت به وطن قهرمان نوی جهان میانی جوانان محمد شریف نجم‌الدینov و دیگر ورزشکاران کشور را در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در فضای تنتنوی استقبال گرفتند. خاطررسانی میکنیم که محمد شریف نجم‌الدینov فعلا دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید امید رحیمov میباشد. برابر استقبال صمیمی سمبودچانی مملکت برای پاس خاطره در نزد پیکره اولین قهرمانی جهان در رشته سامبو سید امید رحیمov گلچنبر گذاشتند. نجم‌الدینov محمد شریف در وزن 74 کیلو سزاوار جای اول گشت که در قسم نهایی به حد حریف 2 کرات چمپیون جهان را از دولت روسیه بود با اون با یک حساب بلند غلبه به دست آورد. سانگو ساموجان هم به حد برآمد خوب به تمامی هستی و مهارت خوبش بسیار همین 4 دقیقه که در بالای گلی مهلت داشت همین 4 دقیقه تا دقیقه آخران یعنی که مبارزه بود غلبه و حریفش از سبب یک نوآوری با یک خل به حریف دادن غلبه را به اون کس سزاوار جای دوم گشت. در مراسم استقبال پرچمبرداران تاجیک نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استادان و دانشجویان این درگاه تعلیمی اشتراک و سخنرانی نمودند. دستاوردهای پی در پی ورزشکاران میهن را از سیاست خردمندانه و ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت منیداد کردند. و من میسر گردید که در این مسابقه جهانی زیاده از 50 دولت روی جهان بود. من سزاوار جای اول گشتم و مینه‌داری خودم را به استاد خودم حکومت رؤوف میرسانم که به من مشق‌های خوب داد و من در آنجا سزاوار جای اول گشتم. در دوام سال جاری همین نامه‌ای که ما به قریب حسابات اون را جمع‌بست کردیم زیاده از 60 نفر دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی فقط در مسابقه‌های سطح جهان، چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان اشتراک کردند و سزاوار جایهای نمایان هم شدند. دسته یکچینی جمهوری تاجیکستان اوید به سامبو در ماه نوامبر به چمپیونات جهان آمادگی دیده ایستادند و در آنجا 3 دانشجوی ما هم در آن دسته اعضا هستند و آمادگی به چمپیونات جهان می‌بینند.